من یک عالمه بلیط‌های باطل شده دارم که میخوام رو بندازم تو قسمت بلیط دستگاه کنترل که هر کی میاد فکر کنه این همین بلیط اون توه، بعد این میشه یه دوربین مخفی که ببینیم چی میشه. اوکی؟ یس. اینجا میاریم اینا رو میریزیم این تو. کسی که بلیط میخره اینا رو میبینه. حالا این سری که تموم شده، یعنی تبان داره میره. یس. اینجا نروژ اسلو، روز 18 ژوئن 2012 در ایستگاه تبان به اسم مورتنز رود. این تبانه، مردم سوار میشن. قربونش برم، همه یا بلیط دارن یا اصلا بخیالش میشن دیگه. بلیط برای یک طرفه از اینجا تا اسلو که 1 ساعت، یعنی یک طرفه، یعنی آره دیگه، یعنی یه دونه بلیطه 1 ساعته که تا 1 ساعت میتونی همه جا استفادهش کنی تو اسلو. 30 کرونه. من چند ماه پیش بدون بلیط سوار مترو شدم، بعد مأمور بازرسی اومد چک کرد، بعد من بلیط نداشتم، بعد 900 کرون منو جریمه کرد. دقت داشته باشین، کرون 200 تومنه یک کرون. آره این چقدر میشه؟ بعد منم جریمه‌شون نپرداختم چون نداشتم. بعد شد هی اخطار اومد شد 1200 تا، شد 1500 تا، شد 2000 تا، بعد شد بیشتر، بعد شد 4000 تا. یعنی من یه بلیط 30 کرونی نخریده بودم، الان 4000 تا بدهکارم که خدا میدونه که کی بتونم بدم. تا اون روزی که من بتونم بدم این 4000 تا فکر کنم بشه به 100000 کرون برسه. خب ما هنوز منتظریم. اوه این مثل که میخواد بخره. نه، رد شد. این دستگاهیه که ما الان همه رو ریختیم توش. یه بارم میارم از جلو دوباره بهت نشون میدم. الان اینا حکم طلا رو داره این تو، یعنی این که من 8 تا 30 تا الان یکشون اومدن. ببین چی میشه. الان من این میخواد الان بلیط بخرم. من الان 8 تا 30 تا یعنی 240 تا یا شدم 6 تا بود. قاطی کردم، هول شدم. این الان زده. اوه میخواد پول بلیطشو بده. همون نه، مثلا ما خیلی عادی اینجا واسیم تلفن حرف میزنیم. الان میاد میزنه، اونش میفته پایین، اسمشو نمیبرم. بعد یهو میبینه وای 6 تا دیگه اون توه. به این میگن دور مخفی. ها میزنه، اون میفته پایین. ما اینجا کلی میخندیم. آره مثلا که اصلا ما با اینا کاری نداریم. مثلا من روم اون وره دارم با موبایل حرف میزنم، داره کارت اون بانکش زد که پول بده. وقتی بده اگه پول داشته باشه انشالله توی اون چیزه میفته پایین تو اونجاه. نه این از این ماهانه ها داشت گشته بود اون تو که شارژ بشه. اون تو رو نگاه نمیکنه، اون پایین رو گذاشته برای شارژ. یعنی بلیط جدید اون پایین نمیفته که اون زیر رو ببینه، مگر اینکه چشش بیفته به اون زیر. هوا خنکه، 2-3 روز همش همینجوری بارون میاد بارون میره، بارون میاد. الان امروز سیل اومد و الان ابر. اینور دارن خونه میسازن. اینم که ندید. بلیط قبلی که داشت شارژ کرد رفت جدید نخرید، یعنی پول ریخت تو اون. همون این من یه ساعت دیگه باید وایسم دور بزنیم. خب اینجا که بهتون گفتم ببین. آره مثل که چیزش کار نکرد، نشد.
نمیدونم چی شد. شاید بالاخره اون زیر رو ببینه. پسر خوبه، پا شکسته، نمیدونم، شاید ریلو ببینیم تا اون شاید اون زیر رو ببینه. اینجا مرکز خرید موتورسوره. همچین در بداغونه پرچمای نروژ رو باید میبینیم. فکر نکنید که اینجا مثلا آشغال نیستایی که دوستا میگفت ما فکر میکنیم مثلا اونجا ویروس نیست، نمیدونم چی نیست. اینه نفسات آشغالمون. اون زیر رو دید که الان من نگرفتم یارو رو. اینجا گیر کرده شد برای اینکه اونا رو دیده. میره میاد میره میاد. آها همه رو جمع میکنم. اولین مشتری ما به دام افتاد. الان به هوایی که مثلا داره فاکتورش هم داره، بقیه اونا رو همه رو برمی داره. نمیدونم حالا هر چی اونجا هست داره جمع میکنه. دیدی؟ نفر اول. یعنی ما اینقدر طماعیم. حالا من بودم چی؟ من بودم که کل جعبه رو میبردم پایین. مثلا نگاه میکنه، قشنگ تو نگاه میکنه، نه دیگه هیچی نیست، میره. بعد اون موقع که اونا رو هی میزنه میبینه همش خالیه، اون موقع است که سر کار میمونه. به به. حالا هی میره میزنه، هی میره میزنه، این نداره، اون نداره، اون نداره، اون نداره. الان دقت کنید که مثلا من دارم با تلفن میزنم، نه اما بغل من رد شد، من اینوری میشم که نبینه که من دارم فیلم میگیرم، چون صفحه ما رو میبینم. بای بای، خوش بگذره. الان تو خیال میکنیم 6 تا بلیط مجانی داری، درسته که همش باطل شده است. آره داشتم صداش خورنش میدم. نکن فکر نکنین که مثلا اینجا اسلو نروژ. ما دوستم میگفت شما ببین، میگفت شما مگه چیزی چی میگن، شما مگه ویروس دارین اونجا، مگه پشده. ببین پاک کرد، پاک. دوست عزیز ما خوش بگذره. من زرالق قیافم مشکوک میزنه دیگه، باید برم کم کم. دوربین مخفیمونو بعدن توی یوتیوب میبینیم. بای بای.